السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. مولوی شریف الله الهام رئیس تعمیرات وزارت امور داخله در رأس یک هیئت به خاطر افتتاح تعمیر ولسوالی اندر ولایت غزنی سفر کرد. او در جریان صحبت‌های خود گفت که طی سال گذشته برای 23 ولسوالی ولایت‌ها تعمیرهای جدید ساخته شده است. 410 تن از نیروهای پلیس قماندانی امنیه ولایت کابل پس از فراگیری آموزش‌های مسلکی سند فراغت به دست آوردند. منصوبین قطعه خاص عملیاتی معینیت مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخله بیش از 100 تن را که در کابل دست به گدایی می‌زدند را جمع‌آوری و به اداره‌های مربوطه تسلیم نمودند. از سوی هم پیش از 60 تن گداها از ولایت‌های بغلان و پروان جمع‌آوری شده و به اداره‌های مربوطه تسلیم داده شدند. نیروهای پلیسی ولایت‌های فاریاب و پکتیکا از کشف و ضبط یک اندازه سلاح‌های سبک و سنگین در مربوطات این ولایت‌ها خبر دادند. 84 تن از مدیران و آمرین اطفائیه بنادر کشور پس از فراگیری آموزش‌های مسلکی سند فراغت به دست آوردند. نیروهای پلیس مبارزه با تروریسم ولایت بلخ از کشف و ضبط 42 میل سلاح‌های سبک و سنگین در جریان 2 ماه گذشته در این ولایت خبر دادند. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را با خداوند یکتا می‌سپارم.